هاو نی هاو. سلام بچه ها جون، به سرزمین زبان چینی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم بریم شغل ها رو به زبان چینی یاد بگیریم. اگه آماده این همه با هم جیایو جیایو. خب بچه ها جون، اینی که اینجا هست شغلش چیه؟ معلم، درسته؟ لاوشی لاوشی لاوشی. یه بار دیگه لاوشی. آفرین، درسته. این یکی دیگه چطور؟ این شغلش چیه؟ دکتره، آفرین. ایشن ایشن. یه بار دیگه ایشن. آفرین، درسته. شبا که ما میخوابیم کی مواظب بمونه؟ آفرین، پلیس. جینچا جینچا. یه بار دیگه جینچا. آفرین، درسته. وقتی میریم تو ماشین کی رانندگی میکنه؟ راننده، درسته، که میشه سیجی سیجی. دوباره سیجی. یه بار دیگه سیجی. آفرین، درسته، باریکلا. خب بچه ها جون، حالا یه بازی باحال میخوایم با هم بکنیم. یه عکسی میاد اینجا، شما من میگم 1 2 3، شما سریع باید حدس بزنین که شغلش چیه. قبوله؟ حالا همه با هم. این شغلش چیه؟ آفرین، درسته. ایشن ایشن. میشه دکتر. ایشن. آفرین، درسته، باریکلا. این یکی دیگه چطور؟ باریکلا. جینچا جینچا جینچا. پلیس، آفرین آفرین. میریم بعدی. این یکی دیگه چه کار است؟ باریکلا. سیجی سیجی. راننده است، آفرین. سیجی. باریکلا. این یکی دیگه چی کار است؟ باریکلا، درسته. لاوشی لاوشی لاوشی، که میشه معلم. آفرین بهتون. بچه ها جون، برای یادگیری شغلای دیگه به زبان چینی حتما ما رو دنبال کنید. زایجین زایجین.